به بخش باز کردن حساب ها در بروکر راوکس خیلی خوش اومدید. برای باز کردن حساب شما میتونید از چندین روش استفاده کنید. اول از همه گزینه‌هایی که بالای سایت هستن، باز کردن حساب‌های دمو و باز کردن حساب‌های زنده هستش. یا از بخش حساب‌ها میتونید باز کردن حساب دمو یا باز کردن حساب‌های زنده رو بزنید. فرق حساب‌های دمو و حساب‌های زنده در این هستش که در حساب‌های دمو شما میتونید استراتژی‌های خودتون رو بررسی کنید بدون اینکه پولی واریز کرده باشید به صورت رایگان. ولی در حساب‌های زنده شما دارید معاملات خودتون رو با پول واقعی خودتون انجام میدید. من یه دونه باز کردن حساب زنده رو میزنم و در وضعیت شما باید انتخاب کنید که کدوم حساب زنده رو مد نظرتون دارید. من یه حساب ساده معاملاتی ایجاد میکنم و اهرم خودم رو 1/100 قرار میدم. واحد پولی هم دلار آمریکا هستش. ادامه تایید رو که بزنم به من یک تاییدیه میده که میخوام یه حساب معاملاتی ساده ایجاد کنم با اهرم 1/100 و اینو من تایید میکنم و ادامه تایید رو میزنم. همینطوری که میبینید حساب من با موفقیت ایجاد شدش و من هر حسابی رو که خواستم میتونم با این روش ایجاد کنم. حالا شما میتونید با موفقیت به حساب خودتون واریز داشته باشید.